روی وظایف مهم کیسه صفرا در هضم صحبت می کنیم و نبودن کیسه صفرا کدام مشکل می تونه در هضم مواد غذایی به وجود بیاره. جهاز هاضمه ما شامل دهن، میری، معده، دو نوع روده ماست، روده خرد و روده کلان. اینا اعضای اولیه جهاز هاضمه است که هضم مواد غذایی در آن صورت میگیره. اعضای دیگی که به نام اکسسوری ارگنز یاد میشه یا ارگانهای حمایوی، یکی از اونها کیسه صفراست. خب گفتیم جهاز هاضمه شامل ارگانهایی چون جوف دهن، زبان، حلقوم و میری یا اسافیگس که توسط حرکات مخصوص و مارپیش خود به نام پریستالسیس مواد غذایی را از دهن انتقال میده به معده. خب این میری شد. این هم عضله به نام دیافرام یا حجاب عاجز که قفس سینه و ارگانهای قفس سینه ما را از ارگانهای جهاز هاضمه چون معده، روده و ارگانهای دیگه چون کبد و سپلین یا طحال جدا می سازه. پایین تر از میری معده موقعیت داره. معده هم توسط حرکات مخصوص و ترشحات به نام گستریک جوس غذایی که توسط میری آورده شده به ذرات کوچک و 1 میلیمتری تبدیل میکنه، هضمش میکنه تا که آماده جذب شود. خب در گستریک جوس یا ترشحات معده مواد خیلی مهمه چون تیزاب معده یا HCl موجود است. انزایم های خیلی مهم به نام پپسین که از پپسینوژن ساخته شده. پپسینوژن هم توسط یکی از حجرات معده ترشح میشه و بیشتر پروتین ها را به اجزای کوچکش چون امینو اسید تبدیل میکنه. به هر حال پپسین سبب دیگریدیشن و دایجستشن پروتین میگرده که جزء از گستریک جوس است. زمانی که ذرات کوچک مواد غذایی چون 1 الی 2 میلیمتر توسط پروسه هضم و حرکات مخصوص معده یا گستریک کانتراکشن تولید شد به وجود آمد، از دروازه خروجی معده یا پایلوریک سفنکتر خارج میشه و داخل روده های کوچک ما میگرده، پایلوریک سفنکتر. با مجرد که مواد غذایی که با تیزاب و گستریک جوس مکس شده و دیگه به نام غذا نه بلکه به نام کایم یاد میشه. کایم مواد است که در استفراغ بیرون قابل دید و قابل مشاهده است. مواد غذایی چون که دیگر بعد از هضم به نام مواد غذایی نه بلکه کایم یاد میگردد، از پایلوریک سفنکتر وارد روده های کوچک ما میگردد. اینجاست که وظیفه کیسه صفرا شروع میشه. خب کیسه صفرا در زیر کبد موقعیت داره. این هم شد کبد. این هم left lobe of liver یا قسمت چپ کبد. این هم ناحیه پایانی یا inferior surface of liver که کبد دقیق در inferior surface موقعیت داره و توسط چینل های صفراوی در بالا به کبد و در پایین به رودای خرد ما وصل شده. دقیق کیسه صفرا در اینجا موقعیت داره و توسط سیستیک دکت به هپاتیک دکت وصل شده. از هپاتیک دکت هم توسط CBD یا کامن بایل دکت میایه به دوادینم یا قسمت اولی روده خرد.
کایم شامل مواد شحمی یا لپیدز می باشه. شحمیات را که می خوریم، روغن که در مواد غذایی می خوریم، توسط امی محتویات کیسه صفرا که عبارت از بایل یا مایع صفراوی است تجزیه می گرده و شامل پروسه جذب میشه. کایم توسط یعنی بایل یا مایع صفراوی از کیسه صفرا میایه به دوادینم یا قسمت اولی روده خرد. کایم یا امو مواد خوراکه که هضم شده، در آن پروتئین، شحم، کربوهیدرات، انواع مختلف مواد غذایی موجود است. اینا را پارچه پارچه ساخته و سبب امالسیفیکیشن یا تجزیه شدن شحمیات موجود در داخل کایم یا مواد غذایی ما میگردد. در ضمن خاصیت لگزیتیو داره مایع صفراوی، یعنی میایه و مواد خورده شده یا امو کایم لشم میسازد تا در مجراهای در دیوارهای روده خورد ما نچسبه و قبضیت و امراض دیگه را به وجود نبیاره. در پهلوی لگزیتیو بایل خاصیت انتیسپتیک داره، یعنی محتویات کیسه صفرا خاصیت ضد عفونی داره. اگر احیانا کدام میکروب، کدام ویروس یا کدام مهاجم از تیزاب معده زنده مانده، می توسط انتیسپتیک یا امو مواد موجود به نام سودیم بایکاربونیت در داخل مایع صفرا از بین بره و تجزیه بگردد. اینا وظایف خیلی مهم مایع صفراوی در هضم است. کیسه صفرا یگانه وظیفه که در هضم مواد غذایی داره کنترکشن یا تقلصات مخصوص کیسه صفرا است که به سبب آن مایع صفراوی از کیسه صفرا خارج شده و داخل پیپ ها و از اونجا بالاخره به روده میگردد. یکی از وظایف کیسه صفرا تقلصات و وظیفه مهمش هم استوریج یا ذخیره کردن مایع صفراوی است. هر زمانی که مایع صفراوی بیش از حد در کیسه صفرا ذخیره گردید، میتونه سبب جیبی ستون یا سنگ کیسه صفرا یا گال بلادر ستونز بگردد. درست و بیشتر هم زمانی که در فاستینگ می باشیم، نمی خوریم، سالهای سال مواد غذایی خود به وقت نخوریم، کلسترول موجود و پیگمنت موجود در بایل یا مایع صفراوی در داخل کیسه صفرا تجمع میکنه و سبب به وجود آمدن سنگ میگرده. تنها وظیفه کیسه صفرا در مایع صفراوی تولید ماده به نام میوسین است. از حجرات اپیتیلیم کیسه صفرا ماده به نام میوسین تولید میشه. میوسین هم خاصیت لگزیتیو داره، یعنی زمانی که با کایم یا امو مواد غذایی یک جا شد، لشمش میسازه تا حداقل از قبضیت ها جلوگیری به وجود بیاید و در ساخت ساز امالسیفای فود خیلی رول مهم داره. دیگه کدام وظیفه خاصی کیسه صفرا نداره، تنها مواد صفراوی را ذخیره میکنه و توسط تقلصات مخصوصش میرسانه به دوادینم یا قسمت اول روده های خرد ما و در اینجاست که پروسه هضم شحمیات صورت میگیره و بعدش هم مواد غذایی یا امی کایم داخل جواجینم و اعضای دیگه روده های خرد و از اونجا هم داخل روده های کلان ما میگرده و بالاخره بعد از جذب به نام فیسز یا مواد غایطه بیرون رانده میشه.